درود بیننده برنامه اخباری آزادی هستید و من مومین احمدی با همکارانم از دوشنبه و پراگ آخرین خبرهای روز رو اینجا نشر میکنیم. امروز 25 ایون است. نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. در ناحیه همدانی و فرخار منطقه کلاب تلاش دارند که راهی دریای پنج را بگیرند تا خرابکاری نکند. مشتریان سری وقت خانه نمیگیرند و بیناکاران معاش. ساحه بیناکاری روسیه که سالهای اخیر رشد کرده بود ظاهراً گرفتار بحران شده است. و گزارش درباره ربات جالب در امارات متحده عرب که به مسجد می رود و نماز می گذارد. این ربات است. ما از آن برای بهتر کردن زندگی خود کمک به پیران سالان برای تعلیم کودکان و پیشواز مهمانان استفاده می بریم. شروع کنیم از خبری که چند لحظه پیش به دست ما رسید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت امروز 25 ایون از رود 5 جسد مردی را از آب بیرون آوردند که احتمالاً یک تن از همراهان رئیس ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است. با اطلاع نهاد جسد در 20 کیلومتری جای افتاده ماشین آشکار شده است. کی بودن این جسد فعلا معلوم نیست. کمیته نوشته است که این حال ساختارهای دخلدار برای معین نمودن شخصیت جسدی پیدا شده تدبیرها می‌اندیشند. از وقوع حادثه 8 روز گذشت. در داخل ماشینی که 17 میون در حدود ناحیه درواز به دریای پنج سرازیر شد، همراه با علیشیر میرزان‌آباد دو مرد دیگر یاورش سدانشاه جناب علیشاه و راننده‌اش سینا مبارکشاه هم بودند. اینچنین در داخل ماشین همسرش امینه امان‌الله و با دختری 2 سالش عارفه قرار داشتند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید کافتکاوی جسدها در روی آب و زیر آن با تمام تدبیرهای امکان پذیر و تکنیک و تجهیزات ادامه دارد و بیش از 200 نفر نجات دهندگان در درواز ناحیه شمس‌الدین شاهین منطقه کلاب سفربر شدند. خبری بین المللی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است عبور امن کشتی‌ها از تنگی یا گلوگوی هرمز تنها با واسطه راهی که تهران معین کرده است امکان پذیر است. این نهاد نظامی ایران گفته است با کشتی‌هایی که قصد دارند به هماهنگی با جمهوری اسلامی از این آبراهای مهم گذرند برخورد خواهند کرد. عمان روز 24 میون یک مسیر موقتی را برای ترانزیت کشتی‌های درخواست شده از گلوگوی هرمز اعلام کرد. ایران پیشتر راه دیگری عبور کشتی‌ها را در تنگه هرمز اعلام کرده بود. برای رسیدن به سازش پوره امریکا و ایران گفتگو می‌کنند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. دونالد ترامپ президенти ایالات متحده آمریکا روز 24 ایون گفت ایران در گفت‌وشنیدهای اول گذشت‌های بزرگ کرده است. ما با برتری زیاد دست بالایم. ایران گذشت‌های خیلی بزرگ می‌کند. می‌بینیم که چی می‌شود. پاکستان و قطر که در مذاکرات آمریکا و ایران در شویساریا میانه‌رو هستند باور دارند که دوام 60 روز آینده دو کشور به سازش پوره دست خواهند یافت. ایالات متحده تحریم‌ها را بر ضد ایران برای 2 ماه سبک کرده است. ایران حالا حق دارد که نفت فروشد. هدف سازشنامه ابتدایی رعایت آتش‌بس در منطقه از جمله میان اسرائیل و حزب الله است که از پشتیبانی ایران برخوردار می باشد، ولی آن را امریکا سازمان تروریستی می داند. ظاهراً جنجال خاور میانه به فعالیت‌های اقتصادی و مالی ایران در تاجیکستان هم تأثیر گذاشته است. در این باره خبرنگارمان در دوشنبه مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. بر اساس سندهای رسمی در 3 ماه اول امسال دارایی‌های نمایندگی یا فیلیال بانک تجارت در تاجیکستان 27% کاهش یافته از 99 میلیون به 72 میلیون سومانی پایین آمده است. طبق حجت‌ها در 3 ماه اول امسال پول امانتگزاران بیش از 60% کم شده است. فیلیال بانک تجارت در آغاز سال 2026 در اختیارش 48 میلیون سومانی امانت داشت، ولی آن در آخر ماه مارس به 19 میلیون سومانی برابر شده است. این وضع در روزهای پیش آمده است که ایران در حال درگیری با اسرائیل و آمریکا بود. عبدالله اشارف روزنامه‌نگار تاجیک که مسائل اقتصادی را بازتاب می‌دهد گفت کم یا زیاد شدن دارایی‌های این بانک مربوط به مالکان و سهامداران آن است و برای بازار بانکی در تاجیکستان چندان تاثیرگذار نیست. از سوی دیگر عبدالله اشارف میگوید که به دلیل نظارت سخت از بالای بانک‌های ایرانی بسیاری از تشکیلات‌های قرضی در داد و گریخت با بانک ایرانی احتیاط می‌کنند. در گذشته مثلا ما
قضیه کانت بانک رو داشتیم که مطبوعات اون رو مربوط به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی تبار مربوط میدونستند که این بانک بعداً زیر تحریم وزارت خزینه داری آمریکا قرار گرفت و طور ما میدونیم این بانک بعداً تبدیل نام کرد در تاجیکستان و با نام دیگر مجوزی فعالیت برقرار کرد. هرچند مقامات تاجیکستان میگفتند که آن با بابک زنجانی رابطه ندارد، ولی به هر حال زیر تحریم قرار گرفت این بانک. پس از این حادثه تاجیکستان خیلی برای با بانک هایی که با ایران رابطه دارند و مالکان آن شهروندان ایرانن خیلی احتیاطکارانه عمل میکنند. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا علیه بانک تجارت در ایران تحریم جاری کردند. رود یا دریای پنج در مرز تاجیکستان با افغانستان یک منبع مهمی آبی آشامیدنی و کشاورزی برای اکثر ساکنان پایان‌یاب است. در این برابر در بهار و اولهای تابستان این رود خطرناک می شود. سطح آبش بالا می رود و به کشاورزان و ساکنان منطقه‌های نزد مرزی زیان می رساند. همکارم محمد وفا رحمتزاده درباره تلاش‌ها برای پیشگیری از این خطر گزارش تهیه کرده است. خطری بالاروی آب در دریای پرتوقیان پنج در ناحیه‌های فرخار و همدانی ولایت ختلان برای پیشگیری از فلاکت طبیعی آماده می‌شوند. از جمله در منطقه‌های به گفته مقامات خوفناک نوبتداری تشکیل کردند. یک منبع در اداره‌های دولتی منطقه کولاب روز 25 ایون به رادیوی آزادی گفت سطح آب در منطقه کاکل ناحیه فرخار بلند شده قسم از راه را ویران کرد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 16 ایون به مقامات در ختلان دستور داده است که ساحل‌ها را هر چه زودتر مستحکم کنند و خانه و زمین مردم را از خرابشوی نجات دهند. تاکنون در ناحیه فرخار بیش از 40 کیلومتر و در ناحیه همدانی 25 کیلومتر ساحلی دریای پنج را که تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا می‌کند مستحکم کردند. با وجود این به گفته مقامات خطری رخنه شدن دریا در بعضی از منطقه‌ها هنوز پابرجاست، از جمله در دهه درقدی ناحیه فرخار. چند ساکن محلی در فرخار گفتند که وضع آنها را در حالت آماده باش و همزمان نگرانی قرار داده است. مقامات میگویند جای برای تشویش نیست، چون راه‌های پیشگیری از فلاکت اندیشیده شده است. همصحبت ما در اداره‌های دولتی منطقه کولاب که نخواست نامش نوشته شود گفت دیوارهای محافظتی که در زمان شوروی ساخته شده اند دیگر تقریباً به کار نمی آیند. با تخت سنگ‌های بتانی از سر نو باید ساحل‌ها را مستحکم کرد. وقت‌های اخیر مهاجران تاجیکستانی که در ساختمان‌های روسیه کار می‌کنند از تأخیر پرداخت معاش و یا اصلاً سرپیچی کاردهنده از دادن معاش زیاد شکایت می‌کنند. خبرنگار رویترز در مسکو با ساختمان یک مجتمع منزل در پایتخت روسیه رفته درباره مشکلی‌های مشتریان و بیناکاران تحقیقات انجام داده است که حالا همکارمان اسکندر خواجه میرزاده خلاصه آن را پیشکش می‌کند. در مجتمع استافیوی مسکو که میبایست منزل زیستی هزارها نفر باشد، حرکت به نظر نمی رسد و مشتریان ناراضی میگویند که شرکت ساختمانی را به دادگاه میکشند. نیکولای نیکولایویچ صمیمانه بگوید التماس دروغ نگوید، بگوید کی ساختمان بخش 12 بینا انجام مییابد، کی کلید خانه ها را میدهید، اکتبر، نوامبر یا بروقتر؟ 100% بروقتر می سپاریم. شوخی نمی کنم، ماه ایون خانه ها را می سپاریم. بله، سپردن منزل ها را ماه ایون شروع می کنیم. سال 2023 با دستگیری حکومت و قرضهای امتیازناک در روسیه مقدار رکوردی منزل زیست به استفاده سپرده شد، ولی سالهای اخیر با بالا رفتن درصد بازبدهی منزل یا خود ایپوتیکا، رکود اقتصاد و تأثیر جنگ اوکراین این روند ضعیف شده است. طبق آمار دولتی روسیه در 3 ماه اول سال 2026
در مقایسه با 3 ماهه سال پیش سرعت ساختمان تخمیناً 28% پایین شده است. این معلومات را سبیربانک، یکی از سرمایه‌گذاران اساسی ساختمان منزل در این کشور، تصدیق می‌کند. همصحبت خبرگزاری ریترز میگوید سلسله میانه‌روها ساختمانچیان را فریب می‌کند، با آنها پول نمی‌دهد و در نتیجه کار به عقب می‌افتد. назорат нест. мо пинҳонӣ ба сохтмонҳо рафта вазъро бо чашми худ мебинему бо коргарон суҳбат мекунем. бинокорон ба мо мегӯянд ки ширкатҳои кордиҳанда пул намедиҳанд. дар натиҷа коргарони хашмгин ба истилоҳ абои ё зардевориро мекунанду биноҳоро ба ҳоҷатхона табдил дода сохтмонро тарк мекунанд. در جواب خطی به خبرگزاری ریترز، شرکت ساختمانی سمالیات تأخیر را اعتراف نموده خاطرنشان کرده است که از 6 لایحه 3 تا تکمیل شده و در ماه‌های آینده 3 لایحه باقی مانده نیز تکمیل می شوند. در سال 2023 و 2024 یارانه‌های دولتی و فایز پست بازبدهی قرضها امکان داده بود شرکت سمالیات که از بزرگترین بناکاران روسیه به شمار می رود فایده نظررس به دست دارد. اما در سال 2025 این سبوکی ها از بین رفته شرکت سال را با زیان به انجام رسانیده است. سمالیات در ماه فوریه با قرض دهندگان به موافقت رسید که پول را دیرتر برمیگرداند. آمار رسمی از آن شهادت می‌دهد که قرض بخش بناکاری روسیه به 373 میلیارد روبل و یا به 5 میلیارد دلار مساوی شده است. خبرگزاری ریا نوستی از نقل وزیر ساختمان این کشور اقتباس آورده است که بخش بناکاری و ساحه‌های مربوط با آن در سال 2025 13% مجموع محصولات ملی روسیه را ترتیب داده است. در امارات متحده عرب یک ربات جالبی ساختند که به مسجد می رود و نماز می گذارد. بسیاری ها نمازگذاری ربات در مسجد را تنقید کردند، ولی سازندگانش نظر دیگر دارند. آنها میگویند هدف ربات معرفی فرهنگ، کمک به کودکان و پیرانسالان است. طاهری سفر درباره این ربات گزارش تهیه کرده است. این بو سونایدار ربات است و برای نمازگذاری به مسجد می رود. این را یک شرکت در امارات متحده عرب ساخته است. هدف نمازگذاری او را آموزشی گفتند. ربات مسلمان یا در یگان دین بودن نمیتواند. این ربات است. ما از آن برای بهتر کردن زندگی خود، کمک به پیرانسالان، برای تعلیم کودکان و پیشواز مهمانان استفاده میبریم. To help people, through hospitality. ربات مثل ساکنان امارات لباس می پوشد و از عرف و عادتهای این مردم پیروی می کند. تاجر عرب ربات را به ژورنالیستان معرفی کرد و از او خواست که به نواربرداری آماده باشد. آماده ام. کامیره ها مرا دوست می دارند. آفرندگانش بو سونایدار را سفیر مردمی و داستانسرا مینامند. او در اینستاگرام صفحه و هزاران پیرو دارد و در مراسم فرهنگی و تجارتی امارات متحده عرب را معرفی میکند. او را بو سونایدا نام گذاشتیم. نامی رمزی است تا به فرهنگ اماراتی ها نزدیک باشد. با این ما خواستیم که بو سونایدا با کودکان و جوانان خیلی نزدیک باشد. بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی ربات نزدیک به فرهنگ اماراتی‌ها را ستایش، ولی برخی دیگر حضور ربات را در مسجد تنقید کردند. ربات ها در همه جا خواهند بود. حالا نه، ولی در آینده کودکان بزرگ می شوند. همه جا ربات است. از حالا ما می خواهیم که کودکان امارات و مردم ما با ربات ها و فناوری های نو نزدیک باشند. در امارات متحده عرب ربات‌های زیادی پیدا شدند، ولی هنوز از کاری ربات‌ها به طور عمومی استفاده نمی شود. اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید، سامانه آزادی‌ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا یار و مددگار شما باد.